درود از کانال کاریه در خدمتتونیم با بررسی BMW X4 مدل 2015. یه شاسی بلند جمع جور خیلی خوشگل و طراحی فوق العاده جذابی که داره، همونطور که داریم مشاهده میکنید، و کیفیت ساخت بالا و ظاهر جوان پسند و اسپورتی که داره. بریم کم کم برای نمایی بعدیش. صندوق عقب اون یه فضای مناسبی داره، ولی خب به درد مسافرت طولانی مدت یا خانواده های و جمعیت بالا نمیخوره طبیعتا. و کف صندوق اون هم یه موکت نسبتا مرغوبی داره، میشه گفت قابل قبوله و کیفیتش خوبه. این خودرو به خاطر داشتن سقف شیبدار و خط بدنه قوسدار یه استایل کوپه مانندی گرفته که ظاهرش رو اسپورت‌تر و جذاب‌تر کرده. در واقع مدل X درایو این خودرو که الان در موردش داریم صحبت می‌کنیم یکی از مدل‌های خیلی محبوب و کارآمد این کمپانی به حساب میاد که قابلیت 4 چرخ متحرک رو برای این ماشین فراهم کرده. نوبتی هم باشه نوبت طراحی داخلی این ماشینه. داخل کابین اون یه مانیتور 10 اینچی لمسی، سیستم صوتی هارمن کاردن فوق العاده قوی، فرمان سری ام، گیری باکس 8 سرعت اتوماتیک از متریال خیلی با کیفیت مثل آلومینیوم، چرم و پلاستیک نرم استفاده شده و صندلی عقبای اونم میشه گفت فضای کافی برای مسافرت طولانی مدت یا افراد قد بلند نداره. خب و در آخر بریم سراغ مهمترین بخش این خودرو، جایی که یک موتور 2 لیتری 4 سیلندر توربو قرار داره که با 245 اسب بخار و حد اکثر گشتاوری که میتونه تولید کنه 350 نیوتن بر متره. به قول کمپانی خودش میتونه 0 تا 100 رو توی 6.4 ثانیه طی کنه و حد اکثر سرعت اونم 232 کیلومتر بر ساعته. امیدوارم از این ویدیو لذت کامل رو برده باشید.